خب بیایم حالا یه سری از موانعی که توی رژیم و لاغری جلوی پامون در میاد با هم دیگه بررسی کنیم. یکی از اصلی ترین مشکلاتی که ما در حین رژیم بهش برمیخوریم این افت انرژی شدید ما تو بعد از ظهر است. ببین بعد از ظهر معمولا شکم ما سیره، ولی یه احساس میکنیم که دلمون یه سری چیزا طبق عادت میخواد بخوریم، میریم سمت بیسکویت، سمت میوه و کمان که سطح انرژیمون هم خیلی پایینه. یه تایمیه که نمیتونیم قهوه بخوریم و اگه بیفتیم به ریزه خواری، اصلا همون ریزا رو که کنار هم میذاری یه دفعه میبینی یه حجم زیادی از کالری مصرف کردی. یه چیزی میخوام بهتون معرفی بکنم، معجزه نمیکنه ولی خیلی کمکه. اصلا شما بگو 30% کمکه. میدونید بعضی اینجوری وقتی یه دونه تخلف کوچولو که میکنن، نه که صفر و صدی هستن، اصلا همون یه دونه بیسکویتو که میره تو بعد از ظهر برمی‌داره انقدر خودشو بد میکنه که کل رژیمشو دیگه خودش کنسل میکنه. دمنوش دارچین به این روشی که میگم درستش بکنید. ببینید دارچین جریان خون رو خیلی خوب بالا میبره، متابولیسم پایه رو بالا میبره، یه گرمای خوبی بدن میده، اون هوس‌های الکی و در حالی که معده سیره اون خیلی خوب از بین میبره. به این روشی که میگم آمادش بکنیم. چوب دارچین رو خب برداریم خوردش بکنیم، بریزیم توی ظرف فلزی، مثلا یه قوری فلزی یا یه قابلمه فلزی، بذاریم بجوشه، یه مثلا 7 دقیقه 8 دقیقه بجوشه، یک آب قرمز رنگ خیلی خوش رنگ ازش در میاد، بعد اونو میخورین، حالا با یه نصف خرمایی با یه چیزی. توصیه میکنم که اصلا پودر دارچین استفاده نکنین. چرا پودر دارچین نه خود چوبش؟ آره نمیدونم، این تجربه خودمه که واقعا تاثیر دمنوش عصاره دمنوش اون خود چوبش اصلا قابل مقایسه با اون پودر نیست. و همین. حالا چه نوع دارچینی من استفاده کنم؟ 3 مدل دارچین داریم. یه دونش که همین این پره‌های نازکیه که تیکه تیکه هستن، یه مدلش هم که از این لوله‌های خیلی ضخیمه، یه ذره رنگش روشنه که با دست اصلا شکسته نمیشه، شکستنش سخته. این که اسمش از کاسیا. ببین اون مدل اول که حالت پره‌های دونه دونه هستش، حالت انگشت، نصف انگشت باریک‌تر، یه دونه اون و یه دونه هم این کاسیا، اینا یه ماده شیمیایی داخلشون دارن به اسم کومارین که یه مقدار برای کلیه و کبد این ماده ضرر داره، اینو استفاده نکنیم. ولی یه مدل دیگه‌اش هست به اسم سیلان که همینجوری حالت لوله‌ای هست ولی بسیار لطیف و شکننده است. با اینکه لوله‌ایه به راحتی با دست شکسته میشه. این اون ماده شیمیش خیلی کمه، کیفیتش هم خیلی بالاتره، قیمتش هم تقریبا میشه گفت 3 برابر اون 2 مدل دیگه هستش که برای این منظور که ما میخوایم حداقل هفته‌ای 3-4 بار، هر بار مثلا 1 لیوان من از دمنوش دارچین بخورم، بیارمش توی روتین زندگیم، بهتره که از این مدلی باشه که هم کومارین کمتری داره، هم خیلی لطیف‌تره، خوشمزه‌تره، اثر بخشی بهتری داره. بعد خود این دمنوش دارچین رو فقط به اینجوری بهش نگاه نکنین که حالا یه ذره متابولیسممو بالا میبره، یه ذره جلوی اون ریزه خاریامو میگیره. بچه‌ها حالت مدر داره، مخصوصا خانوما کلا اینجوریه که از یه سنی که بالاتر میرن بدنشون مرتب ادم زیر پوست خودش جمع میکنه. یعنی مثلا یه ذره نمک زیادی میخورن، یه ذره لبنیات میخورن، الکی پف الکی میارن. انقدر خوب این آبای احتباس پیدا کرده زیر پوست خوب از بدن خارج میکنه، انقدر التهاب خوب میاره پایین. حالا داستانهای دیگه‌شو میذاریم به کنار، خیلی از خواص داره. ولی ما الان برای ما توی مسیر لاغری این دوتاشو میخوایم که مدر باشه، نه مدری که آب طبیعی بدن منو خارج بکنه، اون احتباسات از بدنم خارج میکنه و جریان خون خیلی خوبی به من میده و سطح انرژی من که بالا میبره. یه عملکردی تقریبا آنن شما احساس میکنی که بدنت گرم شد. حالا من یه ویدیو گرفتم از این 3 مدل دارچین که براتون میذارم. ممنونم، مرسی. سیلان بهترین نوع دارچین با کومارین پایین. اینم کاسیا که کومارینش بالاه.